امام مالک وقتی گفتن اثبات کن خدا را، یک برگ توت میگه گرفت گفت اینمی برگ توت میگوید که خدا وجود دارد. یک نظر کن گفت همین برگ توت اگر یک حیوان خورد شیر پیدا میکند، حیوان دیگر خورد گوشت پیدا میکند، همین گفت یک کیرم خورد گفت رشته پیدا میشود، اگر همین زنبور خورد عسل پیدا میشود. آیا گفت به همین باور نداری؟ دوستای خدا، برای ما و شما یک عادی ترین قصه ها را برای ما و شما پیشکش کردند تا که ما و شما در دل دو دلگی پیدا نکنیم برای وجود خدا. ابو حنیفه را 10 سوال دادند، ملحدان 10 سوالش دادند. 3 سوال آخری همون چگونه بود؟ سوال بود خدا در کجاست؟ یکم سوال. دوم، ابو حنیفه شما میگویید که شیطان از آتش است، از آتش آفرید از خدا شیطان. باز در روز قیامت به آتش همین شیطان عذاب میدهد. چگونه آتش عذاب میدهد؟ و سوم این که در ازل بنده نیکی و بدی کتابت شده است، باید که اون بنده به این نیکی و بدی دست بزند. پس چی لازم است که خدا اینها را در روز قیامت عذاب بکند؟ این 3 سوالی بود که در دوره هایی که ابو حنیفه طالب بود بچه بود سوالش داده بودن. حضرت میگه چیکار کردن؟ گفتن من احتیاج به یک چیز دنیایی دارم، برای اثبات این 3 سوال شما برای من یک چیزی لازم است. گفت مرحمت چیزی لازم است بیار. حضرت خیستن یک کلوخ کلانی را میگه در دست گرفته آوردن و بر سر همین مردی که سوال داده بود بر سر همون با یک ضرب سختی زدن و میگه وزیرهای این کس همه هجوم کردن، دشنام دادن. گفتم دشنام ندهی، این عمل را من انجام دادم تا که از این مسئله من 3 سوال شما الحال خارج می شود. گفتن چگونه؟ گفتن از همان مردی را که زده بود ابو حنیفه پرسیدش آیا از همین ضرب کلوخی که من در سر تو زدم آیا درد در وجود تو پیدا شد؟ گفت بله. گفت خونها از سر من حرکت کردند برآمدند. گفت درد از کجا برآمده ایستاده است؟ گفت از جای زخم. گفت همون درد را برای من عیان کن، نمایان کن که همون درد در کجاست. یعنی همون درد با چشم دیده می شود؟ گفت نه، درد را با چشم دیده نمی شود. گفت درد با چشم دیده که نشود این مخلوقی خداست. درد این خالق از کجا دیده می شود؟ وقتی خدای ما و شما میگه لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، خدا خودش در سوره انعام میگوید من چنین ذاتی هستم که چشمهای شما مرا دیده نمیتواند، لکن من همه شما را میبینم. و گفت سوال دادی که شیطان از آتش آفریده شده است. بله. وقتی شیطان خدا امر کرد که آدم سجده کن گفت خلقتنی من نار و خلقته من طین. ای خدا گفت تو مرا از آتش آفریدی و از خاک آفریدی، آتش از خاک افضلتر است، ما باید سجده نمیکنیم. و این ملحد گفت تو وقتی میگویی که از آتش آفریده شده است پس چگونه آتش میسوزاند؟ گفت ای بنده نافهم، تو گفت از خاک آفریده شدی و این کلوخی که من در تار سر تو زدم اینم از خاک بود. آیا خاک از خاک گفت عذاب نکشی؟ آیا به خاک زدم گفت تو در من نشدی؟ گفت این همون است. گفت خدا رحمت چون کند، رحمت و مغفرت چون کند. باور کن چنین جوابهای گفتن که اگر گمراه ترین انسان باشد به این جوابهای ابو حنیفه قانع می شود. و در این باب بسیار صحبت‌های دارد، می‌خواهم دوام صحبت میریم. حضرت جواب دادند یکم این که به وجود خدا ما و شما ایمان داشته باشیم، دویم به ملائکه های خداوند ما و شما باوری داشته باشیم، سوم به کتاب هایی که از جانب خدا آمده است ما و شما باوری داشته باشیم، و چهارم بر روز قیامتی که برپا می شود بر او ما و شما باوری داشته باشیم و تقدیر نیکی و بدی از جانب خداست، به این هم ما و شما باوری داشته باشیم.